استاد عزیز از شما یک چیز رو پرسیدنی هم سوال چنین است. دو خاله من طولی 17 سال شد با هم دیگر گام نمیدونم. بعد یک خاله کلانیم حج رفتنی هم او هم با یک دیگریش گام نمیدونم. آیا حج روان حجاشون قبول میشود؟ به هر حال الله تعالی میگوید که انما یتقبل الله من المتقین. الله تعالی از تقوادارها قبول میکند. کسی که با خواهر خودش گپ نمیزند و اگر عذری شرعی نداشته باشد وای تقوادار نیست. برای آنکه این حقوق هم به پدر و مادر این جنایت است، برای آنکه با دختری فرزند پدرتون گپ نمیزنید، و هم این کندن علاقه خویشاوندی گناه کلان است، گناه کبیره است. الا اگر سبب شرعی داشته باشد که در پیش الله تعالی برای همین گپ نزدگیتان جواب گفته تانید و دیگر مسئله است. لیکن اصل باید 3 روز فقط حقی گپ نزدن دارد. جنگ شد، نافهمایی شد، مایلی 3 روز بین همدیگر گپ نزنند. لیکن بعد 3 روز باید سلام علیکم گفته شروع کند. بهترین آنها همونی که با سلام اول شده سلام داده است. بنابراین یعنی خاله های نصیحت کردن و صلح انداختن به نظر من از عمک ها آسان تر است. عمک های و تقاها مردهای صلح به دعوت کردن دشوارتر است. لیکن زنها قلباشان ملایم تر است. امید میکنیم که یک آشتی کرده هر دوشونه صلح کنانید، خاصتا پیش از اقدام به عبادت و در این ماه مبارک رمضان، یعنی به خاطر الله، به خاطر ثواب. آخی همین حالی مهاجرای گفتیم که ساعتی 8 رفته بیچاره، ساعتی 5 رفته هوای خنک کنده. حالی مرد باشد هم خنک است. در بیرون در تاریکی نوبت ایستادی هم برای یه حجت گرفتن، یا آیا نوبت میرسد یا نمیرسد. با دهنی روزه بیچاره با ساعتی 5 به جای اونجا رفتن ساعتی 3 خستن در کار تا رفته رسیدن. همین مشقت است. بله مشقت است. کار کردن در خنک مشقت است. مشقت است. برای چه مشقت اجرا میکنیم؟ برای دریافتی 4 تنگ پولا. همین دو اکه و دادر، خواهر و خواهر اگر همدیگه‌اش که گپ نزند، این سببی بی‌برکه شدن پول و مال و سببی گم شدن مال است. چون که عکسش پیامبر صلی الله علیه و سلم من اراد ان ينسأ له فی اثره، کدام آدمی که خواهد که عمرش دراز شود، مالش زیاد شود، یبسط له فی رزقه، رزقش وسیع شود، عمرش دراز شدن خواهد، فلیصل رحمه، با خویشاونداش رفت آمده پیوست کند. یعنی مفهوم مخالفش این است که کدام آدمی که خواهد که عمرش کوتاه شود، پول و مالش کم شود، با خویشاوندانش رفت آمده کند. خب برای اجرای یک کار بزرگ عذاب میکشید میکشید. خب همین صلح کردن هم کمک عذاب. من خیلی با وای سرخم میکنم، عیب از وای گذشتو، عیب از آن من نبود میگه. از او هست، من چی به سرخم کنم ببینم. و ایشه رفته پرسیده هم میگه که آخی عیب از وای گذشت، من برای چی به سرخم کنم؟ همین بلا هست. همه وقت آدم اگر عیب از وای گذشته باشدم، عیب از ما گذشت عذر گوید، عالم گلستان میشه. بنابراین کوشش کنه صلح کنم. برای اون که مقصد از حج چی؟ یافتن رضایت الله است. اگر میشه یافتن رضایت الله در همین خواهرش که معامله نیک کردن است، الله راضی میشه. این کارم کند. بعد کار این رمضان هم اگر خواهید که قبول شود، با آنهایی که علاقه کندید علاقتون پیوست کنید. بله. بچه بابامو به سببی که اونها گام نمیزنه بچه بابامو عذاب میکشن یا نه؟ در قبر عذاب نکشنم راضی نمیشن از همین فرزندا. چون که اگر وقتی که یک آدم آمده گفت که یا رسول الله پدر و مادرم از دنیا گذشت، آیا میتونم با آنها نیکی کنم؟ گفت بله. گفتن همون خویشاوندای پدرت که علاقه پیوست کن، همین نیکی میشد با آنها. یعنی حاضر اینا دو تا خواهر اگر یک ریشه دی گپ نزنند، به اونها نیکی نکرده سر دوشم. چون که
هر دوشم برای پدر و مادرش دختری پدر و مادرش است. یعنی دختری پدر و مادرش را انجام بست و اینا نمیخواد پدر و مادرش. اگر اینا به عین همدیگر صلح کنن، بله به پدر و مادرش نیکی کردگی حساب میشه.